فرزند دانه گوهر در انگشتری زندگی و قطره شبنم روی برگ روزگار است. فرزند عطری است که حیات والدین را خوشبو می سازد و گلی است که بوستان خانه ما را زینت می بخشد. طفل پاره از قلب و جگر است که اگر هر شب 100 مراتب مادرش را از خواب بیدار کند هم مادر احساس نارضایی و دلتنگی نمی کند. فرزند نعمت است که اگر پدر با کمال خستگی از دو و تاز میدان روزگار به خانه برگردد، یکدم با او بازی کردن خستگی های او را از خاطرش می برد. فرزند نعمت است که آن را پیامبران از خداوند طلب کردند و دوستان خدا داشتن آن را هوس نموده درخواست نمودند. فرزند بخشش الهی است که در قرآن به عنوان زینت روزگار دنیا ذکر گشته است. عزیز است که از فراقش یعقوب نبی سالها اشک ریخته است و از فوتیدنش سید مرسلین محمد صلی الله علیه و سلم با آن قلب استوارشان دلشان محزون گشته است. دوستان گرامی، خداوند هر نعمت را که برای بنده عطا می کند به اندازه ارزشمندی آن نعمت از آن بنده سؤال و پرسش می کند. از بس که نعمت فرزند از عزیزترین نعمتهای الهی است، خداوند هر والدین را از این عطای بزرگ سؤال خواهد کرد. هر والدین نزد آفریدگار نعمت بخش در مورد فرزندانش مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت. هر والدین از سؤالهای زیرین پرسیده خواهد شد: آیا شکر این نعمت را به جای آورده؟ آیا آنها را تربیه سالم نموده؟ آیا فرزندانت را از ایمان و از راه هدایت آگاه کرده بوده؟ آنها را از روز به بلاغت رسیدن از فرضهای خدا از قبیل ادای 5 وقت نماز، روزه داشتن ماه رمضان و اگر دختر باشد او را وقتی به کوچه برآمدن به پوشانیدن موی و گردن و آرنج امر کرده بودی؟ دوستان عزیز، این سؤالها از بافته خیال نویسنده نیست. این سؤالهای ناگزیر است که هر والدین در تربیه فرزند کوتاهی کرده باشد روز حساب از این امانت پرسیده خواهد شد. در این معنا فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم نیز در حدیث فرمودند: الرجل راع علی اهل بیته و هو مسئول عنهم، رواه البخاری و مسلم. هر مرد در خاندان خود راهبر است و در پیشگاه خداوند از زیردستانش یعنی از اهل خانواده‌اش او را پرسیده می شود. روایت امام بخاری و مسلم.